بریم برای آموزش یقه انگلیسی که یکی از مهمترین و پرکاربردترین مدل یقه است. بازی یقه رو مشخص میکنم. از قسمت بالا به اندازه هلال یقه پشت بالا میرم. از نقطه‌ای که بالا رفتم 1.5 سانت رو به سمت سرشانه میرم. این نقطه رو دوباره رسم میکنم. از خط جدیدمون به اندازه 6 تا 8 سانتی متر رو گونیا میکنم و بیرون میام. از گودی یقه به اندازه 3 تا 4 سانتی متر رو پای میام و علامت میزنم. از خط شکست به اندازه 8 تا 12 سانتی متر رو خارج شده و از این نقطه 1.5 سانت بالا 1.5 سانت پایین میام و به خط جا دکمه‌مون وصل میکنم. خب خط پایینی به خط شکست، خط بالا به خط بالایی رو به هم دیگه وصل میکنم. میشه دال یقه‌مون که دوری میشه. خب قسمت بالا نیاز به عوضمان داره. توی کفش دقیق گفتم که چه سایزهایی چه عوضمان‌هایی باید به یقه‌شون داده بشه. یه کاغذ زیر دستم قرار میدم، عوضمان لازم رو میدم و کار برمیگرده که میشه انگلیسی سرخود. نیاز به سجاف داره و سجافش رو هم وصل نقاطی که علامت زدم رو دوخ میزنید.